اینجا شفاخانه گرفتاران کووید 19 در اوکراین است. آنهایی که واکسن نگرفتند و اینجا افتادند پشیمانند. در شفاخانه رقم 12 در کیف حالا کت‌های دارای اکسیژن نمی‌رسد. طبیبان میگویند 90% مبتلایان محتاج اکسیژن واکسن نگرفتند. ما 28 کت با منبع اکسیژن داریم. همچنین دستگاه ایلوگی اکسیژن را داریم که در صورت ضرورت استفاده میکنیم. ما کت‌های اضافی آوردیم و در راهرو گذاشتیم. این کت‌ها منبع اکسیژن دارند و در صورت ضرورت به بیماران میدهیم. فقط 20% اهالی 44 میلیون نفری اوکراین واکسن گرفتند و سبب دروغ پراکنی درباره واکسن و ناباوری به مقامات بوده است. بسیاری از بیمارانی که واکسن نگرفتند پشیمانند و اکنون میگویند که از واکسن نترسید. همه باید بگیرند و من هم میگیرم. من هم فکر میکردم نباید گیرم ولی ضرور است. حداقل اندک از بیماری محافظت میکند. به واکسن آدم ضعیف میشود. اگر التهاب شوش و کووید بگیرد بسیار سخت است. کسی که بیمار نشده است این را نمیفهمد. нафасгирӣ бароям мушкил шуд. сулфае доштам ки 5 рӯз давом кард. як вақт нафасгир шудам ва барои ҳамин шифохона оварданду оксиген доданд. умуман бовар надоштам ки ин беморӣ вуҷуд дорад. ба ваксина ҳам шубҳа доштам ва гирифтан ҳам намехостам. вақте ба ин ҷо меафтӣ муносибат дигар мешавад. حکومت باید مثل خارجه میکرد به همه میگفت که واکسن بگیرید. با اوج گرفتن بیماری در اوکراین گشت و گذار و فعالیت‌های اقتصادی را در کیف و دیگر شهرها دیگر بار محدود کردند. این هفته تعداد بیماران بستری کمتر شد. در گذشته روزهای داشتیم که تمام کت‌های شفاخانه از بیماران پر بود. حتی راهروها نیز. این دفعه مثل پیش راهرو از بیماران پر نشده است. ما می‌ترسیم که می‌شود ولی آماده هستیم. از زمان آغاز پاندمی تا کنون بیماری کووید در اوکراین بیشتر از 72,000 نفر را کشته است.